تا الان هرچی دستور پای آناناس داشتی بریز دور که برات یه دستور فوق‌العاده راحت و خوشمزه آوردم. برای درست کردن یه پای آناناس لطیف و خوشمزه، تخم مرغ‌ها، شکر و وانیل رو با همزن خوب میزنیم. بین هم زدن گاهی همزن رو خاموش کنید و با یه لیستک موادتون رو زیر رو کنید تا کامل تخم مرغ‌ها هم بخوره. حالا روغن و آب آناناس رو به ترتیب اضافه کنید و 30 ثانیه بزنید و بعد آرد و بیکینگ پودر رو با هم ترکیب می‌کنیم و به مایه‌مون اضافه می‌کنیم و در آخر هم پودر نارگیل رو اضافه می‌کنیم، هم می‌زنیم تا موادمون یک دست بشه. بعد از اینکه موادمون یک دست شد، برای راحتی کار به یه پارچ منتقل می‌کنیم. داخل قالب‌های مافین کاغذهای روغنی رو می‌چینیم و از مایه کیک حدود 2/3 داخل کپسول‌ها می‌ریزیم. حلقه‌های آناناس رو به 2 قسمت تقسیم می‌کنیم و خیلی آهسته روی هر مافین یه تیکه می‌ذاریم و بعد داخل فری که از قبل گرم کردیم قرار میدیم. با این دستور بین 10 تا 12 تا پای آناناس میتونید داشته باشید. زمانی که شیرینی‌ها رو از فر خارج کردید و هنوز داغ هستن، با یه مقدار شربت بار و یا عسل رقیق شده رومال کنید و با پودر پسته تزیین کنید. اگه این پست رو دوست داشتی، برای آموزش‌های بیشتر به پیج من ناز کیک پیستری سر بزن.